خدا را شکر. به این روزا هم اومدیم رسیدیم. انا سعادت اومد که اینجا بیو چون اینجا خیلی سوزی سلامت خوب هست بشین جا اکه اوسو بشین اکی بچه ها کم بشین اکه اکه بشین اکه این یا گلا چی کدام خیلی هم بخیرم شدی پسرم حالا بابا جون رفته بیخی درختان رو پابیل میکردی؟ من لحاظ میام بابا جان کمی بازی کنه مایلش خوب شده است کمی بازی کنه بعد زود رو خوب بابا جان کمی بازی کردم می بیست یک بار با کم زنگ زنم. لبای سلام امک جان. چی خیل شما؟ خوب هستی؟ خوبم پسرم تو چی حال داری؟ رحمت امک جان. خواستم زنگ زنم از احوالتان پرسان شوم. تشکر پسرم خوب کردی که زنگ زدی امک جان به یگام چی نیاز داری؟ یگام چیز لازم؟ نه پسرم به من چیز لازم نیست پسرم فقط از تو یک خواهش دارم خوب گوش میکنم امک جان. برای همین نبیره من یگان جای موافق برای کار میافتی راستی من با دای شما مغازه خودم را کشودم. به ملال میتونم رو با خود گیرم. تشکر پسرم من می ندارم خوب امک جان مرا فرستانید. مرا من با خود میگیرم. تشکر پسرم تشکر من می ندارم پسرم خب سلامت باشی. سلامت باشی دادار بوی ده را یاد کردم سیگارو چی خیلی من شما را میگم سازه نشناخته باشه منو ایزان ابر آمد منو پدر مادرتون سازه خیلی بگه خانه بیاین منو برو آمده بگو
به ما میگیرم من خود میگیرم آنجا بر خوب شادی پسرم اینجا بیا با تو یک مصلحت کنیم اینجا بیا خب شادی اینجا بیا اینجا شین خب گوش کن شادی جان من میخوام که تو به شهر رفته کار کنی برای من نه این فقط برای خودت سن و سالی منم به جای رسیده است من میخوام که پیش از مرگم تو را در لباس دامادی بینم پسرم بابا جان این خیلی نگوید حالا شما یوشید حالا شما جوانه بعد اینکه اگر من به شهر روم شما را کی نگاه بین میکند پسرم من حالا خودم را نگه داشته میتوانم من میخوام که تو به شهر رفته کار کنی خوب چیزی که شما بگید انا این گپی دیگر بارکلا پسرم بارکلا من یک چای دیرم میلش سلام بچه جان بچه جان ما بچم اومده بچم اومده تو میگفتی که من با اندازت میگرفتم چوچرم بپرتافتم هیچ دفعه میرسی ما خدا پایاندازی من برای ما اگه چه قیمتی بچه جان برای قیمتی بچم نخواست ما چه من تشویشتیم چی بکی نگفتی که من سلام علیکم همه خوب یک تنزنش همه خوب دختر کلان غم نداد آخی نه بچم نه بچم بیا خونه محمد این بچه انیق در جای ترند کیسه کجا میرم کجا میرم چجان بابای اومد دقیقه خوراک برام برو بچم برو سلام بابا جان سلام دخترم آمدی بابا جان شما دا خوراکی گرم آوردید جان تشکر دخترم تشکر الها عمر آب ببین رحمت دخترم بابا جان رحمت امروز اینقدر خرسند میتونی بابا جان این روز اکم اومدن مبارک شود رحمت. بابا جان شادی در کجایند نمی نمایند شدی به شهر رفت برای کار کردن مایلش بابا جان من روم که در خونه من رو نگاه کرده ایستادن باز می بیایم خبر میگیرم شما خوب دختر جان تشکر دخترم نصیب باشد کلی نمیشوی کمومشته باشیم رنگمی ویدیوان لوکو هم در دندون من نیسته آها لوکو
این بچه را اینجا باشبو. ای چیکار کردی اینجا؟ ای اکم روز نمیت یک کار کنم. بچه این همینجا خالدین های نوارده یا بی چود کک. همینجا گفتم یا ترند کنم. اینجا بی کک از با اون ندارم. این تلفنی کیه؟ ای من نمیدونم که این پیش کسا گرفتیم بهش. بده اسکایپ کن چه مال داشت تلفن اسکایپ. ای چند روز ندادی ای. اما رخ میمونی یک کار کنم. لاک. ای خواهی ما یک بار تلفن تا یک بار تیا فریاد کردیم میبوی با تلفن کردی خب گوش کن تو کی سفر میکنی؟ راستی که بچه این دل مولی نیافتن بچه این دلت کار میابی تو میابی که پیر میشوی هم که دیر بیاید هم که خوب داره خیلی میگن که دیر بیاید شیر آید شیر همه وقت دیر میبیاید خیلی زودتر بیو تموم شیر خوزی یک دقیقه جان به حضور زکیه لبای چی به نسرین شدی؟ نه به نسرین نه منو چرا آزاد شده است منو چه؟ نه حاضر خبر آمد ها ساز کو توی میخوای بواری هم نمی بیاد بسیار خوب بسیار خوب. شاکر جان میبینم که در مدت کوتاه بسیار یک جوباجوی خوب کرده. کوشش کرده سیمایز. مهنت بار بسیار بود با کاری آسان نیست. خیلی مهنت خوب کردی. دوستی عزیز من در تو باوری کامل دارم. اما اومده سلام بچه اکم بالا هم بالا در. خب خیلی تو برم من اینجا میستم بیا بریم من چیکار میکنم بشک کتی من برم بعد میدونی که پگه خدا خدمار اینا میآید قدم جای خالی تونده باشه بایدی. شف همینجا جواجوشون نکه جای خالی است. چیزی که مشتری میگه قطعی مشتری مقصد که یک معامله کنه که با پگه درتون بداره. بچه ها دا تاکید نکنید. سلام علیکم. سلام علیکم. خوش آمدید. شما دا اکا جان مرحبا. چی شد؟ گپ زنیم کو؟ اکا جان جان راستی که از دانشگاهمان استراحتی دادن خب یک دو روزه من خواستم که با دکانم به دهات روم اگه با خاطر آمدی که خونه دکانت میره. بله اکا جان خب اول اومدم گفتم از شما اجازت پرسم بعد برم اگر اجازت میدادین بسیار خوب میشه بمالال خواهر جان مایلش بمالال احتیاط کنین روی سفید هر با بر وقتر بگرده فقط احتیاط کنین رحمت اکا جان شما خوب هستین آخه؟ رحمت خوب اکا سلامت جان باش روی سفید خوب اکا جان احتیاط کنین خوب اکا جان شف ممکن؟ بیا شف روی خط یعنی برای نو از نظر میگذراندن تکنیک های نو آمادگی خب حاضر خب برو ما ها آمادگی از شرکت سامسونگ ها آماده است از شرکت خیر ها آمادگی از شرکت LG در راه خرید آمادگی بهترین نظارت کنین یکم جو خروشیدگی شکستگی یکم جو کندگی نباشه همشه با خاص دلتون خب یکم نفهمی نشود محل قبول خب سلامت باشه ای شکر جون در باره جیانم هم صحبت چی دادیم کو در راه هست گفتم ایده ها تو اومده سه یکم در قفس میرسه نه که حتما آدمی مهمه
کورا بومزن خوب شف. حرکت کنین قطعی نرخنامه و شناسش کنین یاد بگیره مین بعد خدا خواهد در بر شما است خوب شف. خب یادش آدم میتیم. فراموش نکنین که آدم مهمی مای خوب یادش میتیم شف. سلامت باش من در تو باوری دارم خوب. گویا ما چیکار کردن من نمیدونم با یک تا پرابلم دیگه همه جیانیت نمیرسید